طبق قولی که دادم امشب اومدم بهتون یاد بدم که چجوری گردونه اعداد و ارتعاشات رو خودتون یاد بگیرین واسه خودتون انجام بدین. ببینین گردونه اعداد این اعداد هستن. یه دایره میکشید داخلش می‌نویسیم. ببینید اعداد ذهنی که به ذهن مربوطن همون اعداد تسلا هستن 3 6 9. اعداد عاطفی 7 5 2 و اعداد مالی 1 4 8 هستن. خب حالا ما چجوری اینا رو به دست بیاریم و بفهمیم که ما کدوم از اینا توی تاریخ تولدمون هست یا نیست. پس ما تاریخ تولدمون رو میخوایم. اگه پیج رو سابسکرایب نداری سابسکرایبش کن، زنگوله رو روشن کن چون قرار کلی آموزش بهت بدم. اگه هم پستای قبلی رو ندیدی برو ببین چون اونجا کلی کد بهت دادم. کد جذب مشتری، کد جذب پول فوری، کد دفع بدهی و کد به دست آوردن پولی که از دستت رفته. پس بیا الان میخوام گردونه اعداد رو بهت یاد بدم. اول تاریخ تولدتو به شمسی می‌نویسی و بعد میری توی گوگل می‌نویسی تبدیل تاریخ تولد از شمسی به میلادی. ببین من یه تاریخ تولدی زدم مثلا 2/6/1365. خب این چی شده؟ میلادی شده 24/8/1986. خب میبینیم این تاریخ تولد کدوم عددا رو داره؟ 1 رو داره، 8 رو داره، 4 رو داره. یعنی قسمت مالیش اوکیه. همه اعداد مالی رو داره. پس ارتعاش مالیش خیلی بالاست. میایم واسه عاطفی میبینیم عاطفی 7 رو نداره، 5 رو نداره، فقط 2 رو داره. یعنی یه دونه بیشتر نداره. اعداد ذهنی فقط 9 و 6 رو داره، 3 رو نداره. یعنی یه دونش کمه. خب ما الان این اعداد رو نداریم. باید چیکار کنیم برای عاطفی؟ مثلا شما عدد 5 و 7 رو ندارین. خب ارتباط عاطفیت با همسرت زیاد گرم نیست. خب باید چیکار کنیم؟ ببینید مثلا اسمش رو توی گوشی هرچی سیو کردی کنارش چی رو کم داری؟ 5 رو کم داری. میه 5 تا قلب می‌نویسیم. یا اسمشو مثلا اسمش علیه کنار علی 7 می‌نویسی. 5 تا قلب میذاری عدد 7 هم می‌نویسی. اینجا دیگه جبران میشه. هر موقع بهت زنگ میزنه این عدد رو میبینی و اون کم بوده این اعداد جبران میشه. خب برای اعداد ذهنی من باید چیکار کنم اگه کم داشته باشم؟ شما مثلا یه قرار کاری خیلی مهم داری یا تاریخشو به روزی که کم داری میزنی، مثلا 6 رو نداری. خب میای تاریخ قرار مهم کاری تو روز 6 میذاری یا ساعت 6 صبح میذاری یا مثلا دیگه باید یه جوری باشه که عدد 6 داخل اون قرار کاریت باشه. و اگه مالی کم داری توی رمز کارتت ازش استفاده میکنی و سعی کنی همیشه 8تون بیشتر باشه و یا حتی اگه 8 به شکل انگلیسی بنویسیم و روی کارتاتون بچسبونیم چون ارتعاشش رو خیلی میبره بالا. حالا اگه خوشت اومد یه لایک بزن که من باز بیام یه آموزش‌های ناب دیگه براتون بذارم.